به اجازت من با کجا میروی ها؟ کریم رو نجات ده. التجا میکنم از شما، چیزی که خواهد اجرا میکنم. التماس. چی خیل کریم؟ چی ها گفته ایستاده ای؟ بشر. اویشان خوب هستی؟ بشر پسرم، پسرم. حمدی اینها درباره چی گپ میزنند؟ کجایین؟ لیتنانت کریم در ماشین اسکران بوده است. در میان زد و خوردی محاربه مانده است. پسرم رو نجات ده. بشر، بشر پسرم رو نجات ده. نجات میدیم، اما من یک شرط دارم. چیزی که خواهیم میکنم. هر دویتان یک جای زنی من میشوید. با تو یک سوال دارم اویشا. پسرت رو نجات میدیم، لیکن تو هم به عوض این آسیا رو همچون زنی من قبول میکنی. هنگام تو اینجا گریه کردن پسرت آنجا مرده ایستاده است. قرارت را ده، قبول میکنی؟ تو به عوض جانی پسرم حالا باز چگونه سودا میکنی؟ تو دیوانه شدی مگر؟ مرا دیوانه کردنی هستی بشر. انتظار جواب هستی؟ نه، این خیل کار اصلا نمی شود. نه نه، معلوم می شود که قبول نمی کنی. من هم برای کریم یک طور مویم را نمی جمانم. هر چی شود شدم گیرد. تو بسیار از خود رفته، عقلت رو هم گم کردی. بشر، التجا میکنم با خود بیا. تو با من چنین نمیکنی. من با تو حیاتم رو بخشیدم. پسرم میگویم،
پسرم مرده ایستاده است. یاری رسان، یگان کار بکن. اویشا کریم رو نجات میدیم، لیکن تو هم آسیه رو قبول کن. از جان خود، از خون خود یک فرزند میخوام. مرا میفهمی؟ برای چی تو چیزی نمیگویی؟ یا یگان چی گردن یا دفشم از اینجا. اویشا آسیه به یگان جا نمیرود، در همین جا میموند. فرزند نداده تو را وی به من میدهد. خیلی فرزندی من نمیرد. تو چرا قبول میکنی؟ غمی مرا زیاد کردن میخوای. خانه مرا ویران کردنی هستی آسیه. کیفایه التماس اکنون مرا به حالم گذارید. میگویم التماس. التجا میکنم از شما. هر دویتون یک جای در این خانه زندگی میکنید. هرگز قلب من هرگز چنین کار رو قبول نمی کند. لبه سردار، آدمت را اینجا فراموش کردی بشر. وی را کشته جسدش را به تو میفرستم، لیکن آسیه را جواب دهی آدمت را به تو میبخشم. فقط زود باش، بسیار جانش در عذاب است. کریم با گوشهای خودت شنیدی، کریم رو میکشند. قبول میکنم. نشنیدم اویشا، باز تکرار کن. آسیه را همچون زنی تو قبول میکنم. بسیار خوب. حمدی، اویدی نجات دادن کریم با تو یک نقشه کشیم. هرگز حد نگوی. تو حیاتی ما رو سیاه کردی، من هم حیاتی تو رو سیاه میکنم. در اصل شما حیاتی مرا محو کرده، نابود کرده، تمام حیاتم را محو کرده. حالا هم همینجا هستید. روید سرورتون را به ترتیب درارید. روید. روید. پسرم شکسته شد. این دختری پس هم ویران شد. از تو چگونه خلاص شدنم رو من میدونم. آرزو، من آیشه، مرا ناز گوش کن. در حال وا خوردنم لازم. تو مرا گوش کن. کریم غیب زده است، به خانه آمده ایستادن. با من حسابش را میدهید. در کجا بودن کریم را به من میگویید. با من درست گپ زن. من هم برای همین زنگ زدم، برای کریم زنگ میزنم. با من گوش کن. کریم رو در حقیقت صاحب شدن خواهی؟ از حیاتی آسیه برآمدنش را خواهی؟ مرا گوش میکنی؟ فهمیدی؟ خیر، گوش میکنم. خوجین، این لتیننت کریم رو نجات میدیم، لیکن اگر در نزد شیخ یگانچی آموخته باشد وقتی اینجا آمدنش خطرناک نمیشود. پروا نکنم دی، نقشه ها دارم. تو هم آدمان رو جمع کرده به انبار رو، من هم کارم را حل کرده به اونجا میروم. میلش رئیس، پروا نکن.
خانم عایشه، من این طور شدنش را نمیخواستم. با من یگون چی نگوی آسیه، من هیچ خوب نیستم. خانم عایشه خوب هستید؟ خانم عایشه چشمانتون را کشوید، یاری دهید. خانم عایشه یک طرفیست. خانم عایشه خوب هستی؟ چیکار کردی که این زن را به این احوال آوردی؟ من یگان کار نکردم. گپ زده ایستاده بودیم، ناگهان بیهوش شده افتاد. خیز وی را به بیمارخانه میبریم. به آقای بشر خبر دهیم. خیز گفتم به بیمارخانه میرویم. من ماشین دارم. خانم عایشه، التماس به خود بیایید. خانم عایشه، خواهش میکنم. انا به خود آمدم. خانم عایشه، شما چی کار میکنید؟ چی شد آسیه؟ ترسیدی؟ البته که میترسد. از برای خدا شما چی کار میکنید؟ اکنون کفایه است. چی کار کرده ایستاده ای؟ جزای کارهای کردت را میگیری آسیه. از حیاتمان برآمده میروی. کنی با همون آدمان شیخ زنگ بزن. زنگ میرود. با من بده. من عایشه، زنی بشر، مرا نغز گوش کن. در دستی من چیزی میخواستگی تو هست. بر وزش تو خواهشی مرا اجرا میکنی. همش فهم است؟ چی بوده است وای در دستی تو بودگی چیز؟ گپ زن کنی اول. وضعیت رو دیده قرار میدیم. آسیه، خیر کنی گپ زن شرطت رو. پسرم رو آزاد میکنی. صحت و سلامت پسرم رو با من میسپاری. با تو آسیه رو میدیم. لیکن از این شرطنامه پسرم با خبر نشود. فهمیدی؟ نباشد با آدمی اینجا بودم زنگ میزنم. آسیه رو وی از شما میگیرد. اگر این یک حیله باشد پسرت در حال میمیرد. تو آسیه رو میسپاری، من پسرت رو آزاد میکنم. در عین وقت پسرت در سرحد میشود. شرط فهمو؟ مایلش با کجا بیارم؟ با نزدی چشم بر. آدمی من به آنجا می آید. فهمیدی؟ در همون جوون میخوریم. سیدا به نزدی چشم رفته آسیه رو میگیری، راست به نزدی من میآوری. کنی بینم تو را. زودتر باش. همده چی کار کردید؟ به انبار رسیدید؟ چی ها میگویی؟ حاضر در کجایی؟ مایلش مرا نغز کش کن، من هم با اونجا میایم. فرو پیش درو. جزای خانه ویرون کنیت رو میگیری آسیه خانم. با خواهش خود میرفتی. این کار نمیشد. هیچگاه نمیشد. این جنگ رو تو آغاز کردی. با نتیجه هایش طاقت میکنی. من اکنون بسیار خسته شدم.
اکنون هر عذابی به من دهید من آمادم. کریم نجات یابد کفایه بابا یگان چیز نشود کفایه است. بسیار علم آور. دهانت را پوش. نام شوهرم را به زبانت نگیر. آماده ایستادند. زن میزند. به من بده. آدم من باید نزد شما رسیده باشد. آسیا را زود سپارید. آمدند. لیکن اول پسرم با زنش باید صحبت کند تا ندانم که فرزندم زنده است دختر را نمیدیم. با من حیله کرد. از پسم پنهانی کار کردی. شما از پسم چه حیله و رنگ میکنید؟ حساب این کرده هایت را میدهی جنابی بشر. سیدا چی گم شده این سود است در آنجا؟ جواب ده. سردار از کی با زنها کار میکردگی شدی؟ بشر تو هستی؟ آدر مرا نغز گوش کن. آدمانم آمده کریم را میگیرن. یگان خطاگی نمیخواهم. به خوبی به من سپار وگرنه از من خفه نشد. خدا جزایش ندهد. اویشه با تو یک شرط نامه کرده بودیم. آسیا را همچون زنی دوم قبول کنی. حاضر از پسم چی لونه رنگ میکنی؟ برای چی؟ روز میگوی قبول میکنم گفتم. آسیا را همچون زنی دوم قبول میکنم گفتم. لیکن دهانم چنین گفت. قلبم قبول نمیکند بشر. دلم قبول نمیکند. پسرم را نجاته. یگانه چیزی میخواستگیم همین. پسرم را نجاته. سرکن آیشه خانم را به خانهش ببر. این را گیر. دیگر به چشمم ننما. آسیا اکنون گریه نکن. همش گذشت. التماس مرا به حال خودم گذارید. به نزد شیخ روم. مرا کوشد دیگر طاقت کرده نمیتوانم. خواهش میکنم مرا به حالم گذارید. به یگان جای رفته نمیتوانی. جای یگانه میرفتگیت از خانه من حبس خانه میشود. فهمیدی؟ به گرفتن جزایم راضی هستم. از شما التجا میکنم اکنون مرا به حالم گذارید. با خواسته تو نمیشود. با خواسته من میشود. تا به من یک پسر تولد نکنی یگان کار کرده نمیتوانی. لبای شکر خدا که باز آوازتان را میشنوم آقای بشر. من مریم. مریم؟ ها مریمی که مرده خیال کرده بودی. تو کی هستی؟ با کدام جرأت با من شوخی میکنی؟ نباشد مریم بودنم را به تو اثبات کنم آقای بشر. تمام افلاسی های تو را میدانم. آسیه را تو بدبخت کردی میدانم.
با همه این نکاحی موقتی دخترانی جوان را فریب کردنت را میدانم. کریم و آسیه را تو جدا کردی میدانم. کفایه است یا باز نامبر کنم؟ تو مردی. با چشمون خود دیدم. ما تو را گوراندیم. زنده ام بشر. با اونجا می آیم تا نقابی تو را افتانم. اکنون سر نیست. اکنون با کسی ظلم کرده نمی توانی. کریم و آسیه را جدا کردی. چگونه آدم بودنی تو را همه می فهمد. برای تو را سوزانده می آیم آقای بشر. کریم و آسیه را برای به یکدیگر رساندن می آیم. خوجین چی گپ شد؟ آسیه خوب هستی؟ پروا نکنید خوجین، سرش ضرب خورد. 1-2 دقیقه در ماشین دم گیرد به خود می آید. بیا برداره. خدا جزایش رو دهد. این چخل می شود حمدی؟ چی چخل می شود خوجین؟ مریم زنده بوده است. این غیر امکان است. چخل می شود؟ حاضر با تلفن به من زنگ زد. تهدید کرد. خوجین او یک جویه گرونده مرد. این را فهمیدم فقط یک رو دارد. قبرش رو کنده دیدم. تو آسیه رو به خانه بر. من با آدمان یک جای رفته قبر رو میکنه. خیر نباشد لیتنان کریم رو چکار میکنیم خوجین؟ نقشه عینم گفتگیم بریم میشود. آسیه رو در خانه گذار. بعد برای کریم کار را سر کن. میلش خوجین پروا نکنید. هنگام کریم را از چشم گرفتم اون را از پشت زد. بعد با تابوت به اینجا بیار. قهرمان لیتنان هنگام زد و خور با شیخ شهید شد. کنی این نقشه را اجرا کنیم. این مرده باشه. انا بین نمرده است. این طایفه 9 جانه می شوند. بین هم آدمی بشر بسیار مستحکم برآمد امیر. میمرد لیکن آواز نمیبراند. این آدمی بشر نیست. این آدمی عسکر است. در پا می پیچند این گناه. این کودک رو گرفته به دره شغال پرتایید. جسدش رو شغال ها خورند. خوب شد از هر دو. بله. مریم این آدم ها تو رو کشتن خواستند. تو هم با آنها چی سر به سر میشوی؟ زنگ زده به خودت مشکلات ایجاد میکنی. بیا از این کار دست کشیم. ها؟ گوش کن فرح. بشر بیناموس مرا کشتن خواست لیکن موفق نشد و دختری آدمی پست و هم تاجری انسان بود. از اونها هم خلاص خوردم. خداوند بزرگ است. یگان چیز نمی شود. من باید آسیم را نجات دهم. بابای خبر دهم.
نه. دختر! تلفن. من میبینم اوسیا. اوسیا خدا گیرد این را. مریم زنگ زد. در ماشین تلفن نیست اوسیا. در راه افتاندن ممکن. من یگان آدم روان کرده میکوبم. تو پروا نکن. برای چی گوشک رو نمیبردارد؟ چرا؟ گوش کن مریم، یک چیز میگویم خفه میشوی، لیکن میگویم از این کار دست کشت. گذشته‌ات رو فراموش کن. با خودت رحم کن. گوش کن بگذار تو رو مرده حساب کنند و خیر. نمیتوانم فرح، نمیتوانم. بشر باید به کارهای کردهش جواب دهد. آسیه رو در دستی آن قاتل گذاشته نمیتوانم. کریم و آسیه را وای جدا کرد. با یک دیگر رسیدنی اونها با من وابسته است. دلم هیچ پر نیست، هیچ. بسیار میترسم. با تو یگان چی میشود گفتم بسیار میترسم. در اینجا چی گپ؟ شما در اینجا مونید. ابلهی بیناموز. با تو یک سوال دارم. در جوابی نادرست کشته میشوی. مریم رو چیکار کردی که زنده است؟ گپ زن. دروغ است. مریم مرده است. مریم رو چیکار کردی؟ میلش آقای بشر آرام باشید. میگویم مریم در یک خانه پنهان شده است، در دهه یمن، در خانه در پشت مرکز سلامتی بوده. یا خطا کردم، مرا ببخشید آقای بشر. التجا میکنم مرا ببخشید. خطا کردی؟ پاداشش رو میگیری. با دهه یمن میرویم.
مادامی که از بری من گذشتی من هم از بری عمرم میگذرم. این دختر برای شما اینقدر پرارزش باشد از بینتون خود را دور میسازم. نخواد مردنی من لازم باشد. مرحمت خواهر. با سردارتون فوراً با خوردنم لازم در حجرهشون هستن. سردار در ادای وظیفه است. کدام وقت اومدنش معلوم نیست. نباشد ابراهیم در همین جاست. ابراهیم سردار هم در ادای وظیفه است. انتظار شدنی باشه گذشته انتظار شد. هر دو این برای در مقابلم برآمدن مجبور هستی. بیزار شدم. باز چی میخواهی؟ آرزو گوش کن. حاضر وقتی گپ زدن اینها نیست. حیاتی کریم مسئله اساسی است. برای همین اینجایم. حیاتی کریم در خطر است. کریم رو از روی تو دزدیدن. میدانی؟ این خیل شدنش رو من هم نمیخواستم. حالا وقتی است که ما یک جا شده کریم رو نجات دهیم. این رو بیرون کنید. طرف بیا. سرده. بیا سرده. بیا همه چیز رو نخوردی کنم. سرده. سرده میگویم. سرده. اینجا بیا. تو رو میکشم. خاموش باش. خاموش نمیشوم. کودکم رو گرفتن نمیتوانی. خاموش گفتم. خاموش. خاموش نمیشوم. من برای اون آمدم که همه چیز رو بلتینن کریم نقل کنم. چگونه حامله نبودنت رو و چگونه از من مجبوری کودک گرفتنت رو همش رو نقل میکنم. تو چی کار داری در اینجا؟ با پلیس خانه آمدی ها؟ بیشتر رو گفتم بریم. از خدا سرده مرتون. بیشتر رو گفتم. سرده هد مرا. ای تو چی خیل انسانی پستی. با این زن اینقدر جبر کردی. با کریم چی؟ آسیا من حاملم. آن زن دیوانه شده است. وای فقط یک زنی بیچاره است. لیکن من این نیرنگت رو فوش میکنم. با کریم همش رو نقل میکنم. بازم جواب ده. آخر جواب ده. چی گپ است آرزو؟ به این هم جانم در نوگی بینیم است. در میلیسه خونه آسیا همه چی رو فهمید. از نوزن کودک گرفتنم رو فهمید. این کارو تنها تو حل کرده میتوانی. فقط همین نمیرسید. اگر کریم شنود در حال از تو جدا میشود. اگر کریم از من جدا شود عشقش با آسیا از نو علنگه میگیره. آسیا رو پیشگیری نکنیم کریم همه چی رو میفهمد. آسیا رو خاموش کردن در کار تا اینکه همش تمام شود. به من عقل یاد نده. شما از نوزان خلاص شوید. من هم باید از یک کس خلاص شوم. رفیق سردار به شما یک چیز گفتنم لازم. به یاری شما احتیاج دارم. لیتینان کریم در خطر است. در سرحد در دست آدمان شیخ سمین التماس یاری دهید. سردار خبر اومد مرکز تعلیمی را آتش زدم. در آن جایها اسکران ما را کسی داشته نمیتواند. برای کریم چیزی که لازم باشد میکنیم. تو به خانه رو. همدی گفتنی یک شخص شما رو انتظار است. بهترش انتظار نمیشود. سرده. استامرک تو چی کار کردن رو فکر داری؟ سرت خس سرت زده گس مگر یکون چی شنیده باشن هر دویمون رو میکشن. من از آن آدم پول گرفتم میگویم. بفهمی پول گرفتم. گرفته باشم گردون داده. مرام هم کودکم را نمیدهند. گوش کن اگر آسیا به کریم رسد هممون میسوزه. میفهمی؟ هممون. پیشتر رو میگویم. پیشتر رو زودتر باش.
آسیا. آقای بشر بسیار در غضب شد. این را دانسته گیر. به خبر خوجین به یگان جا نرو. آقای بشر بسیار سخت گیر است. خانم آیشه شما چی کار میکنید؟ تو رو میکشم. از درد جان میکشم. از بین من و بشر ابدی دور میشوی. خانم آیشه آسیا چی گپ است؟ سرده میکشم او رو. سرده. ما نمیخواهیم که مشکلی ایجاد کنیم. چی کار میکنید؟ سردید مرا گفتم. مرا سردید. خانم آیشه راهکار. خانم آیشه راهکار سردید دیدیم. مرا. خانم آیشه سردید مرا. خانم آیشه راهکار گفته ای خدا. آسیا لطفاً درون دارید. ما نمیخواهیم که مشکلی ایجاد کنید. الو آسیا تو هستی دخترم؟ بله منم. شما کی هستید؟ آسیا جان من خالت. آرزو اکنون کیفویا خالای من وفات کرد. هرگز دیگر فیرو به هیله و نیرنگ‌هایت همراه نکن. شنیدی مرا؟ مریم گفتگویت رو به آخر رسون. یک آوازی ماشین شنیدم. باز جویت رو نفهمیده باشم. آسیا جان دمت رو گیر گفتم. اکنون کیفایه است. آسیا مرا گوش کن. با رئیسی محله یک مکتوب فرستادم همش رو میفهمونن و تو نوشتم اون را خال. تو با کریم با یک دیگر میرسید. من به شما البته کمک میکنم. پینها شدن اما لازم. پینها شدن اما لازم. میآیند. گمان کردی که از دستی ما میگریزی ها؟ التجا میکنم مرا سردید. خورا یافتی؟ بله یافتم. التماس نرسید. خیلی زودتر اینجا بیا. در خانه من چی کار میکنید؟ مریم در کجاست؟ مریم نیست. شما چی کار دارید؟ بازکن رفته بین. دیگر نمیپرسم. مریم در کجاست؟ پسرم مریم را بردن. همراهی دختر یک کسی دیگر بود.
آنها را به زوری گرفته بردند. اینها قاچاقچیان انسان بودند. به سوریه فروخته بودند زنها را. من دیگر چیز را نمیدانم. این کار را تنها حمدی میکنه. رفته مسکن. ایستو! بیا رفته. خدایا این کریم است. پسرم کریم جان، پسرم مرا تنها نگذار. هوشیار شو کریم جان، برخیز پسرم. همش خوب می شود. حمدی چی کار کردی؟ چند ساعت شد که تو را میکابم. خوجه این موج گم شدگیست. کارها پیش در پیچ است. اکنون باوری دارم مریم زنده بوده است در دهه سرحدی. حمدی چی کاری میکنی؟ نمیکنی وی رو نابود کن. من به این هم در راه سرحد هستم. پروا نکنید. مریم با آسیا زنگ زد. آسیا؟ چی خیلی فهمیده است؟ آرام باشید خوجه این. تلفن در ماشین من بود. آسیا ندید. تلفن زنگ زد. من خاموش کردم. در دست آسیا تلفن نیست. تلفنش در دست من است. پروا نکنید. این خبر خوش است. با من گوش کنم دی. هم کریم و هم مریم رو نابود کن. نباشد ما تمام میشویم. مریم اگر به آسیا گوید بشر الو بشر، یکم خبری خوش است. کریم رو نجات دادید. حمدی در راه است. احوال کریم خوب بوده است. خواطر نشوه گفته زنگ زدم. منم حاضر به خانه برمیگردم. تو بازدید. بیا رفته. پسرم رو نجات ده بشر. پسرم رو نجات ده. کریم پسرم، چشمانت رو کشا. چشمانت رو کشا. کریم جان پسرم. کی هستی؟ من مریم هستم پسرم. شکر زیاد که نمردی، زنده هستی. شما رو با آسیا با یک دیگر میرسانم. طاقت کن. فهمیدی؟ الو ابراهیم، من آسیا از پاسبان گرفتم رقم تلفنت رو. کریم چی خیلی است؟ یافتید او رو؟ یک گپی مهم رو باید وی داند.
حاضر طرفی سرحد رفته ایستاده. پروا نکن. برای یافتن وی از دست ما چیزی باید میکنیم. حاضر من کمی کار دارم، لیکن من هم حتما به سرحد میآیم. صحت و سلامت بودنی کریم را دیدنم لازم. ابراهیم التماس وی را یابید، التماس. مایلش آسیا، تو پروا نکن. مایلش خیر. با رئیسی محله یک مکتوب فرستادم، همش را میفهمند و تو نوشتم آن را خوان. فورا به نزد رئیسی ده رفتنم لازم. باید فهمم وی مکتوب چیست. خانم عایشه یک چیز رو پرسیدنم لازم. یک زنگ زد. میگوید خاله من است. اگر این حیله شما با ارزو باشد خواهش میکنم نکنید. با ارزو یک جا نشوید، وی به شما ضرر میرساند. دفشو از نزدی درم آسی. آوازت رو شنیدن نمیخوام. با تو باور کردم. همش چی شد؟ مایلش گفتی شما شود. خودم رفتم میفهم. با من گپ نزن. دیگر یکان چیز با من نگو. در نزدی درم هم انتظار نشو. دف شو. Doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller. Uzak olmuş, dersli doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller. Aldı Asya bir yanı yıkık bir yanda sevda. Kerem yanık o da kor gibi hayat yolunda. Öyle içten öyle derin öyle sevişler. Aşkın ateşinde yanmış yetim gönüller. Yetim gönüller. عایشه خانم و آسیا با یکدیگر جنجال کردند. عایشه خانم آسیا را میپراند. خیریت یگانچی نشد. ما هم عایشه خانم را به حجرش محکم کردیم. کی از همه این خلاص میشوی؟ ناز کردت. Aldı Asya bir yanı yıkık bir yanda sevda. Kerem yanık o da kor gibi hayat yolunda. Öyle içten öyle derin öyle sevişler. Aşkın ateşinde yanmış ateşinde. این در حقیقت وی شده میتواند. اگر راست باشد حیاتم نجات مییابد. عایشه جانم، این روزهای مشکل را یک جای پس سر میکنیم. تو همسر من هستی. در حیاتم یگانه زنی هستی که دوست میدارم. این را هرگز فراموش نکن. خاموش باشر. خاموش. اینها رو شنیدن هم نمیخوام. کریم، پسرم چه خبر است؟ یگان خبر هست؟
حمدی زنگ زد. حمدی به غربی میرسد. باوری دارم کریم در کجا که باشد یافته میآورد. چون اونه که وعده داده بودم پسرت رو نجات میدیم. حتما. من به تو تمام حیات باور نمودم. چی شد؟ تو مرا بسیار رنجاندی. بسیار رنجاندی. آیشه، با تو یک چیز مهمی گفتنی دارم. چی شد؟ یا اینکه کریم؟ نه، کریم نه. مریم. کسی تلفن رحمتی مریم رو دزدیده است. با من دائم زنگ زدن و راحت میکند. کی برای چی این کارو میکرده باشد؟ نمیدونم. ما رو جدا کردن میخواهند. یکون کس بودنش ممکن است. یک خانم زنگ زده. میگوید خواهی من است. ما رو جدا کردن میخواستگی فقط یک کس است. وی هم اوسیه است. بشر، من کمی هوای تازه گرفتن میخواهم. مایلش جونم. من یک اوسیه رو بینم. وی در کجاست؟ خانم آیشه چی شد؟ احوالتان چی طور؟ خوب نیستم. من خوب نیستم. این دختر حیاتم رو محو کرد. حیاتم رو نابود کرد. حاضر باز برای شوهرم جدا کردن از دستش می آمدگی رو کرده ایستاده است. از این دختر چه خلاص شوم؟ چه خلاص شوم؟ نمیدونم. خانم آیشه، اگر خواهید من یک شیناس دارم. از همین خلگی ها و علف های ظرفناک نوشیدنی ها تیار بکند. اگر خواهید شما را نزدیک وی برم. ممکن که برای اوسیه یگان نوشیدنی آماده کند و شما هم خلاص می شوید. نمیدونم. آیا همین طور می شده باشد؟ نمیدونم. می شود. حاضر استید من می آیم. جانان، آیشه، کریم، آسیه. آسیه؟ آسیه این جیانی محروم مریم ما نیست مگر؟ مریم نمرد؟ امضاها تمام. اینها به تو امانت. خوب شد است جناب. رئیس، کارم بسیار است. اگر مهم نباشد خاموش کن، بعد گپ میزنیم. یک مکتوب بود برای همین ناراحت کردم. مایلش بعدتر اومده میگیرم. یا یکون کس رو میفرستم اومده از تو میگیرد. مایلش مکتوبی فرستاده مریم نوشته است. برای همین ناراحت کردم. با آسیه فرستاده است. هرگز به کسی نده. برای من پنهان کن، آن رو از تو میگیرم. مایلش نباشد. مایلش من منتظر میشوم. مرحمت دخترم. سلام، من اوسیه جیانی مریم هستم. در اینجا یک مکتوب گذاشته است. مکتوب فرستادن؟ نه دخترم، نه، یگان مکتوب نامد. من هم برآمده ایستاده بودم. ناراحتم، کمی ناراحتم. برای ناراحت بودنم من هم خانه رفتنیم کمتر بعد. خیلی سلامت باشی دخترم. برای کار. تشکر. سلامت باش. باید تخمین میکردم. میفهمیدم که حیله ارزو است یا نه.
فوراً باید به نزدیک کریم روم. رئیس، من هم نزد تو آمدنی بودم برای گرفتن مکتوب. آسیا حاضر همینجا بود. مکتوب رو با وی ندادم. نه گفتم با خبر باشید. خدا گیرد. از کجا میدونن مکتوب را؟ هم وی در خانه بود. این کار چگونه می شود؟ در حال می آیم. خدا زند. رئیس، حاضر می آیم. اول پول. با آب منوشیدگیش این رو آمیخته میکنید. اول خوابش می آید. خواب می رود، دیگر بیدار نمی شود. زهری قاتل است. در مدتی کوتاه می کشد. کنی از پای کارتون شوید. خوب، لیکن این رو چطور می نوشونیم؟ شما پروا نکنید خانم، مادرش را من حل میکنم. من به تو خبر میدیم. خوب خانم. این آسیا است. آسکنداو. آسیا. 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 تو باید طرف رو بین. آسیا؟ اپای قیزبان، شما چی کار میکنید در اینجا؟ اینجا خانه من است. تو اینجا چی کار داری؟ وای اپا جون، من بسیار خسته شدم. در خانه شما کمتر دم گرفته میتوانم. البته میشود، نخواد نشود. من به تو یک آب دهم که خیلی خسته می نمایی. بیا بیا بدن. تشکر اپا جون. چی کار کردی؟ همه جو رو دیدم جنوب، در یکون جو نیست. بیا رویم. از رئیس محل مکتوب را گیریم. دختر با پای خودش آمد. این کار را بین. کنی آسیا جان آب رو نوش، به خود بیا. رحمت اپا جون. اپا جون، وقتی رفتنم شد. از شما یک خواهش دارم. با یگون کس یگون چیز نگوید. پروا نکن، از من جان می برای تو گپ نی. رحمت اپا جون. با تو باید رفتی و با 4 دست بر می گردی. خانم، من کیزبان مژده می رسانم. آسیا آب رو نوش.
از اهل هنر سلام بادا به شما. عمری خوش و بر دوام خواهیم به شما. دلبری نازک بدن کرتای چکم بدن مرا به سهمی میدان نازنین دل بدن انا یارک مبودی کرتای اطلس داره انا برمی جزن الخیالی هرکس داره انا حقیقت مخلصان سیمومین بازار می رسونیم که روزهای نزدیک البومی بازموروی دیر باز انتظاری سیمومین بازار گلی سبون گلی شب حال بزن یارم آمد بشکیده نازو بازارش بزن در نظرم کم بخیر آمان تویی در شبی یکی دیون محتاب تویی در نظرم کم بخیر آمان تویی در شبی یکی با شعر و ترانه های دلنشین و نگفتن امونت که در اینجا حجمنگاران حسن چیلا، من دوست مرادی دانجوان، سیراج دینی عبدالله اندری پیشکش شما عزیزان دل و دیده میگردم. اشکی تو متشکر در دلیزو مری تو پورتی من صبر قرار بهترین خوشخبری بیستم هزار بهترین سلم و چشمان خمار. شما می توانید فیتا را از دکان‌های فیتا فروشی دسترس نمایید. تلفن برای تماس 918 65 26 19 903 88 88 65. انا یاره کی جان مثالی من خوشمی انا مانند دلم خسته و افکاشمی انا تیره کی زدی درست میانی جیگره انا بر جیگری خد بیزن خبردار شمی. السلام علیکم بوی علی. و علیکم سلام. شما نزدیک چه پیریکو؟ شده چی در اینجا این خیلی زیخ ششته؟ آخه ما را همین نبیرت زیخ کرده. بخیر ایگون رفیقای نه این خیلی نه. او همون بعدی ختم مکتب میونه خب او باید یگان جا داخل شود کو. البته انا وای اومدو همون بله که مرکز ملی تستی معین کرده بود او وای رو صاحب شدن نتوانست. یعنی که سوادش کمتره ها؟ سسته با میدونی چی بگه؟ من دکتر میشم خیلی اوقا مشکلی نبوده؟ چه مشکل نیست؟ من مرکز آموزشی بهادر امکانیت فراخ بهر رسیدن به آرزوی طبیب شدن. پس تو در دل خود چنین آرزو داری؟ توجه ظاهر نما. مرکز آموزشی بهادر کورس 9 ماهه آموزشی را برای آماده نمودن داوطلبان کلاستر 5 مرکز ملی تستی براه مانده است. در مرکز استادانی با تجربه درس گفته موفق ترین تجربه ها را می آموزانند. همزمان کورس های کوتاه مدت آموزشی را از روی زبان روسی، انگلیسی و آلمانی براه مانده است. معلومات بیشتر با تلفن های 939 0808 13 907 00 80 81 987 18 88 94. سراغ کوچه اسدالله غلامov 31 کسر 3 در نزد دانشکده حربی.